میکنم درباره روزه 6 روزه که بعد از رمضان میگیرن یک چیزی میگفتید. آیا پای در پای گرفتن در کار یا اینکه یک روز پس یا اینکه 2 روز پس هم؟ این روزه 6 روزه که بعد از رمضان است. من امروز نگاه میکنم متاسفانه اکثر مردم روزه خور هستند. پیغمبر بزرگوار گفتن هر شخصیتی که این 6 روزه ماه شوال روزه بگیره هر یک روزش ثواب 2 ماه را داره. کسی این 6 روزه گرفت گویا تمام سالش روزه دار گذرانده است. 6 روزه گرفتن ثواب 1 ساله روزه گیری را داره. اما امروز مردم ما مسلمان ما بچنان غلام و بنده نفس شده است که امروز میگه من طاقت ندارم. سبحان الله، طاقت بندگی خدا را نداره. طاقت 8 ساعت و 10 ساعت در دنیا کار کردن نداره. طاعت رنج و مشقت دنیا را داره اما طاقت بندگی خدا را نداره. کشی چون گاو هر دم بار دنیا، شوی در طاعت مولا کسلها. به نزدی هر طعام پهلوانی، به وقتی بندگی رنگی زنانی. روی صحرا به عزمی بیل دسته، به مسجد می شود پایت شکسته. برادری بزرگوار، بنده های حقیقی پروردگار بنده های فرمانبردار هستند، پرهیزگارها هستند، روزگیرها هستند. یک برادر عزیز دیگر سوال کرده. سلام علیکم داملا. خب خواهش میکنم درباره روزه 6 روزه که بعد از رمضان میگیرن یک چیزی میگفتید. آیا پای در پای گرفتن در کار یا اینکه 1 روز پس یا اینکه 2 روز پس هم گیره میشود؟ اکنون برادر عزیز بزرگواری من، روزه 6 روزه که بعد از ماه رمضان است. البته این فضیلت ثواب کلان داره. جناب پیامبر صلی الله علیه وسلم در روایتی که امام مسلم روایت کردند از حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت فرمودند که من صام رمضان ثم تبعه 6 من شوال کان کصیام دهری. تن هر انسانی که ماه رمضان روزه گرفت بعد از ماه رمضان 6 روز دیگر در دوام رمضان چسباند. از قفای رمضان یعنی وقت عید کرد، بعد از عید روز دیگر عید 6 روز دیگر یعنی از ماه شوال روزه گیرد. جناب پیغمبر گفتند ثوابش مثل این است که گویا همه سال روزه گرفته است، تمام سال روزه دار گذرانده است. یعنی هر یک روز شوال ثواب 2 ماه را داره. هر یک روزی که انسان از ماه شوال روزه میگیره ثوابش ثواب 2 ماه روزه گرفتن است. این حدیث مسلم است. اکنون سوالی که برادر کرده است که آیا پای در پای گیریم یا اینکه 1 روز 2 روز پس هم گیریم میشوه، شارحان حدیث همین لفظی که و تبعو در حدیث آمده است یعنی متابعت به معنای چسباندن و پای در پای هم دلالت داره. تم بهترش همین است که انسان پای در پای گیره، به خاطر که در دوام روزه جسم و بدنش به روزه گرفتن عادت کرده است. بعد از عید اگر 2-3 روز خورد با براش یعنی دشوار و مشکل می شود طاقت کردن، شاید خود را منت کنه و بعد از آن یعنی ثواب کم گیره. به همین خاطر گفتن که هر انسان اگر توانست پای در پای گیره براش بهتر است. اما انسان اگر پای در پای هم گرفتن نتوانست، در دوام ماه شوال تا آخر ماه 1 روز پس میگیره، 2 روز پس میگیره، یعنی همین 6 روز گیره. ان شاء الله که از خداوند امید داریم که همین ثواب از خود میکنه. یعنی که بهترش پای در پای گرفتن است برادر عزیز. اما اگر انسان یعنی در دوام همین ماه هم تا آخر ماه گیره، ان شاء الله که از خداوند امید است که امو ثواب از خود میکند. امروز وقتی که ما و شما به سوی نماز عید می آمدیم، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم روایت دارند. حضرت می فرمایند که وقتی سحری عیدی یعنی رمضان می شود، عید الفطر می شود، الله رب العالمین ملائکه هایی که از جانب او مأمور هستند، خداوند برای اونها دستور داده است، اونها را در راه ها یعنی در سر راه انسان های روزداری که نماز می آیند در سر راه اونها بیرون می کرده است، امر می کرده است که به سوی انسان های روزدار خطاب کنند، یعنی فریاد کنند. اونها یک جمله می گفتند، اونها می گفتند که یا امت محمد صلی الله علیه و سلم، ای امت های محمد،
ای انسانهای روزدار امت محمد، اخرجوا الی رب کریم، خارج شوه، بیرون شوه از خانه ها برای به سوی پروردگار بخشنده تو، به سوی اون صاحبی که برای شما در برابر روزه گرفتگیتون وعده کرد که من خودم اجر و پاداش روزه را برای شما ادا میکنم. به سوی او پروردگار تو از خانه ها بیرون شوه. یعطی العطاء الجزیل و یغفر الذنوب العظیم. امروز الله بزرگوار برای شما یک پاداش، یک ثواب، یک اجر، یک مکافات خیلی بزرگ میبخشد. امروز پروردگار در برابر یک ماه محنت و زحمت و عبادت و اطاعتون، الله رب العالمین برای شما خیلی پاداشتی بزرگی میبخشد. و امروز الله بزرگوار گناههای بزرگی شما را میبخشد، گناههای خیلی گران و بزرگی که دوام 1 سال انجام داده بوده، اون گناه ها را امروز الله از شما میبخشد. یعنی که از جانب نماینده های الهی به سوی من و شما انسان هایی که نماز عید آمدیم، این خطاب می شده است، این فریاد می شده است از خانه بیرون شوه. امروز روزی در خانه ماندن شما نیست، در خانه ششتن شما نیست، چون که اون ثواب بزرگی که الله بزرگوار گو که بنده یعنی انسان فرزند آدم تمام عملهاش برای خودش میکنه. کل عمل ابن آدم له الا الصوم. تمام عملهای فرزند آدم برای خودش هست مگر اینکه روزش. الله بزرگوار گفت مگر روزش فانه لی، روزه را برای من میگیره. انسان روزدار از خوردن خود را معن میداره، از نوشیدن خود را معن میداره، از شهوت خود را معن میداره به خاطر من. الله رب العالمین گفته که من خودم مزد و پاداشتی یعنی روزش خودم ادا میکنم. نماز، زکات، حج، خیر و سخاوت، ذکر و تلاوت، تمام عملها را مزد و پاداش اینها را ملائکه ها ادا میکنند. ملائکه هایی که مأمور هستند از جانب خداوند، برای اونها دستور شده است که مزد و پاداش روزدارها را ادا کنه. اما انسان روزداره ثواب روزش الله رب العالمین گفت من خودم ادا میکنم. یعنی ثواب روزه بچنان بزرگ است، بچنان گران است. الله رب العالمین وعده کرده است که این کار من و بنده هست، این کاری هست که من خودم یعنی اجر و ثوابی بنده روزدار ما ادا میکنم. و روزی عید رمضان روزی هست که از همه سختترین و مصیبتترین برای شیطان روز عید رمضان است. از همه روزی یعنی مصیبت سخت، داغی سخت که میان شیطان این روز میشکنه و سر شیطان در زمین خم میکنه، این روز عید رمضان است. وقتی سحر روز عید رمضان میشده است، شیطان به چنان فیغانی میکرده که سرش در زمین میرسیده است. فرزندها در کنارش جمع می آمد. ای مادر به تو چی شد؟ چی بلا رسید به تو؟ این چی فریاد است؟ چی فیغان است؟ چی درد به جان تو آمد؟ شیطان علیه لعنه به سوی فرزنداش میگفت است که میانم شکست، قامتم شکست، مصیبت و داغ به بالام آمد. میگفتن ای مادر چی گپ است؟ چی شد؟ شیطان علیه لعنه میگفت است که الله رب العالمین تمام امتهای روزدار محمد صلی الله علیه وسلم گناهاشون بخشید. 1 سال محنت من، زحمت من، وسواس من، فریب من همه برباد رفت. 1 سال محنت کردم، اینها را از راه زدم، به سوی گناه کشاندم، از خدا دور کردم، در غفلت بردم، نوع گناه ها را انجام دادند. اما امروز به خاطر اطاعت و فرمانبرداری ماه رمضان الله گناهاشون بخشید. همه محنتی من، همه اون وسواسی همه برباد رفت. چقدر فیغان میکرد است، چقدر ناراحت میشد است.
ببینی برادر از شما بدانه که این چی هست، برای چی خرسندی و شادی داری؟ تبریک برای تو باد ای شخصیت روزدار. خوشا به حال تو که این فضیلت، این ثواب این لحظه تو بهره‌ور شده ای، تو صاحب شده ای، نه اون انسانی که به نام مسلمان است و روزه میخورد. امروز شخصیت خرسندی و شادی داره. شخصیت امروز عید داره که از لحظه های این ماه استفاده بود، شبهای این ماه شب زنده داری کرد، نماز تراویح میخواند، تلاوت قرآن داشت، ذکرها داشت، روزانه روزدار بود. او شخصیت امروز خرسندی و شادی داره، او شخصیت امروز عید داره. البته هر انسانی رو میبینی امروز لباسی نو پوشیده به سوی مسجد می آید، اما همه این ثواب و بهره‌ور نمی شوند، همه از این ثواب با نصیب نمی شوند، همه این خبری خوش از خود نمی کنند. شخصیت از خود می کنه، شخصیت صاحب و بهره‌ور می شود که لحظه های این ماه نورانی را استفاده بود. این ماه شفاعتگر و دستگیری روز قیامت خودش گردانید. این ماه دیشب وقتی که ما همراه حضرت ایشان قاری دیگر قاری بچه ها الوداع میخواندن، یعنی به این ماه وداع کردیم، خیر و خوش کردیم، خوش آمدی گفتیم، این ماه از ما برفت. این رمضانه که این سال استفاده بردیم تا روز قیامت ما دیگر این نمیبینیم. اما وقتی که در حالتی دشواری و مشقت و مشکلی ما که تمام انبیای خدا، تمام صالحین شهدا در محضر الله رب العالمین وجود اونها میلرزه و چقدر در خوف و ترس هستند برای جواب عملهاشون. اون لحظه این ماه رمضان دوباره در نزد ما حاضر می شود. اون لحظه برای دستگیری ما می آید، برای شفاعت ما می آید، برای غمخواری و پشتگیری ما می آید. جناب پیغمبر گفتن در روز قیامت الله بزرگوار ماه رمضان مجسم، یعنی جسم میگردانده است که دیگر دیدش می شود. امروز است که ماهش میگوی نمی بینیش. اون لحظه در نزد الله رب العالمین حاضر می شد، می گفت ای پروردگار، این بنده تو غریب بود، این بنده تو مسافر و مهاجر بود، در غریبی بود، کار میکرد، محنت میکرد، زحمت میکشید، خسته بود، شلپر بود. اینها را در نظر نگرفته نماز تراویح مسجد می آمد، شبها تلاوت قرآن داشت، روزها روزدار بود. ای الله، به خاطر احترام من، به خاطر حرمت من، به خاطر قدردانی من ای خود را از خوردن و نوشیدن و شهوت من داشت. ای الله رب العالمین، این بنده تا اختیارش در دست من بوده، اختیارش در دست من بوده تا اینکه من از دست ای گرفته برام میره داخل جنت کنم. اون جنتی که پیغمبر بزرگوار گفتن که روزدارها یک دری مخصوص دارن برای داخل شدن، ای الله میفته من اجازت بوده تا اینکه از دست ای گرفته ای را برام از در جنت داخل جنت بگردانم، از این رنج و مشقت و عذاب و غمگینی قیامت خلاصش کنم، نجاتش دیم. چقدر اون لحظه انسان روزدار شاد و خرسند میشده، راحت میشده. دیگر بنده حقیقی خداوند شخصیتی هست که در برابر نعمتهای خدا را شکر میگه، حمد میگه، نعمت خدا را میبینه و کوری نیست. و دیگرش الصائحون، صائحون مفسرین به معنای صائمون تفسیر کردن. بنده های حقیقی خدا شخصیت های روزگیرها هستند. روزه ماه رمضان روزه میگیرند، یا اینکه روزه نافله دارند، روزه دوشنبه و پنجشنبه که از جناب پیغمبر ثابت شده است این سنت بجا میارند. بنده نفس نگشتند که بگن یک روز تا بگاه من طاقت نمیکنم. اکنون برادران عزیز بزرگواری من، به همه ما و شما معلوم است که ما و شما در عرفه ماه رمضان قرار داریم. انشاءالله که یک چند روز پس یک ماه بزرگ، یک ماه مبارک، یک ماه پربرکت،
با تمام خوبی ها مهمان ما و شما می شود. آیا ما چی نوع از این مهمان پیشواز می گیریم؟ آیا چی نوع ما این مهمان عزت می کنیم، مهمانداری می کنیم؟ این برای ما خیلی مهم و ضرور است. وقتی این لحظه ها می رسید، یعنی عرفه ماه رمضان، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم می گفتن که مرحبا بالمطهر. میگفتن مرحبا، یعنی ما و شما خوش آمدی میگویم به لهجه خودمون. یک مهمان اگر در ما حاضر شود خوش آمدی میگیم، یعنی قدردانی میکنیم، اظهار محبت رازیگی میکنیم که از تشریف قدم شما ما بسیار خوشحال شدیم، خوش آمده. پیغمبر بزرگوار میگه وقتی رمضان نزدیک میشد، حضرت میگفتن که مرحبا ای پاکیزه کننده. شخصیت پرسیدن و مل مطهر یا رسول الله، گفتن یا رسول الله پاکیزه کننده که شما گفتید چی هست؟ شما چی را در نظر داره؟ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن رمضان، گفتن ماه رمضان است پاکیزه کننده. یطهر الذنوب والخطایا، گفتن گناه و خطای انسان پاکیزه میکنه. یک ماه هست می آید 11 ماه سهو و خطا و کمبودی که ما در زندگی میکنیم اینا پاکیزه کرده از بین ما و شما برآمده میاد. حالی عزیزان خدا یک حکایت دارن میفرمایند که ماه رمضان در مابین 11 ماه مثل حضرت یوسف علیه السلام در بین 11 برادرش است. اکثرا ما فیلم یوسف تماشا کرده. 11 برادر حضرت یوسف چقدر آزارها میتین، قصد کشتنش دارن، از پدر جدا میکنن، میخواهن که هلاکش کنن، به یک قیمت، به یک پول بی ارزش و ناچیز میفروشن یوسف علیه السلام. اما بعد از مدتی گذشتن سالهای زیاد، وقتی که با یوسف علیه السلام ملاقات میکنن و روپرو میشون، حضرت یوسف اونها را به یگان است و بیست میبخشه، از اونها قصد نمیگیره، انتقام نمیگیره، اونها را یعنی که آزار نمیده. عزیزای خدا میفرمایند که ماه رمضان در بین 11 ماه مثل حضرت یوسف در بین 11 برادرش است. یک ماه است می آیه و 11 ماه کمبودی ها و گناه های ما را پاکیزه کرده میگردد. یعنی این قدر ماه بزرگ است، این قدر ماه شریف است. ماه رمضان ماهی است که ماه ماتم شیطان است. ماه رمضان ماهی است که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم میفرمایند که اذا جاء الرمضان فتحت ابواب الجنه و اغلقت ابواب النار. میگه وقتی رمضان بیاد خداوند تمام درهای جنت کشاده میکنه و درهای دوزخ محکم میگردانه و شیطان ها را زنجیر بند میکنه. شیطان ها به حد فیغان میکردن، شیطان میگفته که میانم شکست، میگفته ای وای به حال من که 11 ماه زحمت و محنت و وسواس و تمام دوادام بکاش. یعنی یک ماه هست میایه این قدر یعنی فیض و برکت و فضیلت و رحمت و هدایت و مغفرت و خوبی های زیاد یعنی همراهی خودش میاره. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت میفرمایند که وقتی رمضان داخل میشد به سوی اهل اصحاب خطاب میکردند که یا طالب الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. حضرت میگفتن که انسانی که خوبی میخواهی، برکت میخواهی، عزت میخواهی، شرافت میخواهی، کرامت میخواهی، مغفرت میخواهی، نجات از جهنم و دوزخ میخواهی، رضای خدا میخواهی، جنت میخواهی، دیدار الله میخواهی، خلاصی از رنج و مشقت دنیا و آخرت میخواهی، قبول کن. پیغمبر بزرگوار میگن قبول کن که ماهش آمده است، یعنی ماه جمع خوبی ها آمده است، قبول کن، پیشواز بگیر. و حضرت میگن که انسانی که در راه بدی، در راه غفلت و گناه و معصیت راه کوتاه کن، از این راه باز است که ماهی تو نیست. اون راهی که تو رفته شده مثلا راه گناه و معصیت آخرش دوزخ است، تو به مقصدت نمیرسی، چون که درهای دوزخ در این ماه محکم هستند، تو در او دوزخ در آمده نمی. به این خاطر پیغمبر بزرگوار میگفتن که ای انسانی که در راه بد هستی از این راه باز نیست، از این راه یعنی که خود را قرار بده که ماهی تو نیست. به این خاطر الحمدلله که برای ما و شما امین ماه، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم میفرمایند که شهر عظیم مبارک، ماهی بزرگ و ماهی پربرکت. بزرگی این ماه دوستای خدا مثال میارن، میگن این ماه به حد بزرگی هست که در جامعه ما بعض انسان‌های داریم که مسلمان و مسلمان زاده هستند، 11 ماه نماز نمیخوانند، 11 ماه از سجده و عبادت دور هستند، اما این ماه میآید اونها را مجبور میکنه، طهارت میکنه، یعنی اونها را پاکیزه میگردانه و به سوی مسجد خجالتمند شرمالود کشیده چکو میکنه میاره.
به سوی نماز تراویح، به سوی عبادت. بزرگیش به حدی هست که حتی انسان هایی که از عبادت جدا و دور هستن اونها هم آرام نمیگذارن. این بزرگی این ماه هست. شهر عظیم، بسیار ماهی بزرگ است و شهر مبارک، بسیار یک ماه پر از برکت است که ببینه اکثرا ما و شما در غیر رمضان نماز شب نداریم. بعدی خفتن چه میکنیم؟ خواب میرویم. اما دوام این ماه ما نماز تراویح میخونیم، با بعض انسان ها نماز تهجد میخونن، بعض نفرها یعنی که تلاوت قرآن دارن، وظیفه توبه و استغفار و ذکر و دیگر عمل های خوب در این ماه انجام میدین. یعنی که از برکت این ماه بزرگ است. به همین خاطر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن که شما قبول کنید که یک ماه بزرگ، یک ماه پربرکت برای شما یعنی که تشریف آورد، برای شما رسید. الحمدلله ما و شما یعنی که در این عرفه این ماه رسیدیم. از خداوند عاجزانه التماس داریم، مسئله داریم که خداوند ما را به این ماه بزرگ برسانه و استفاده کردن از این ماه برای ما نصیب بگردونه. چون که این ماه سراسرش گفتیم ماهی چی است؟ خیر و برکت است. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم میفرمایند که من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر انسانی که ماه رمضان از روی ایمانداری، چی نه از روی ایمانداری، امر خداه، پروردگار امر کسی که روزه بگیر، از روی این که امر خداوند است روزه بگیره و به امید ثواب، به امید که این ماه چقدر ثوابش زیاد است روزه بگیره. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم که الله بزرگوار تمام گناههای گذشته ای شخصیت مغفرت میکنه، میبخشه. یعنی انسان از گناه پاکیزه میگردونه. و من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر انسانی که ماه رمضان یعنی شب زنده داری کنه، شبهاش نماز تراویح بخونه، در ختمها اشتراک کنه، یعنی ذکر داشته باشه، توبه و استغفار و تلاوت قرآن داشته باشه، الله بزرگوار گناههای او شخصیت میبخشه، مغفرت میکنه. یعنی این ماه چیست برادر عزیز؟ ماه پاکیزه شدن از گناه است. ماهی است که رحمت الهی در جوش میزنه، قهر و غضب الهی پس میشه. این ماهی است که رب العالمین بنده های اطاعتگر و فرمانبردارش عذاب نمیکنه، هلاک نمیکنه، با بلاها مبتلا و گرفتار نمیگن. به همین خاطر ما و شما برادران بزرگواری من از این ماهی که اینقدر خوبی یعنی در آغوش داره، از این مهمان محترم چقدر باید به خوبی پیشواز بگیریم، از لحظه هاش استفاده بکنیم. چون که این ماهی این یک فصل موسم عبادت است. بعضی از برادرهای سوداگری ما براستی خودشون بگیم یک چیزی دارن، میگن سیزن آمد، سیزن رسید، یعنی موسم فصلی کار رسید که درآمد خوب است. اما فصل موسم عبادت این ماه رمضان است برادران بزرگ. برای همین ما و شما حرکت داشته باشیم که از لحظه های این ماه چیکار کنیم؟ زیادتر استفاده بریم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت فرمودند که الله بزرگوار تمام لحظه روزدار نظر رحمت میکرده است. الله بزرگوار تمام لحظه حرکتی که انسان روزدار میکنه، ذکر میگوید، تلاوت قرآن میکنه، ینظر الله الی تنافسکم فیه. الله بزرگوار تمام حرکت، یعنی روزدار است، روزانه کار میکنی، لبهات خشک میشوند، تشنه میمانی، چهره تغییر مییابه از روی گرسنگی، بدنت کم قوت میشوه، این لحظه پروردگار است تماشا داره. ینظر الله، پروردگار نظری رحمت میکنه، تماشا میکنه بنده های روزدارش، نظری مهربانی رحمت، یعنی که تمامی حرکت پروردگار در نظر میگیره، او را نوشته میگردونه برای روز قیامت. ینظر الله الی تنافس، پروردگار تمامی حرکت نظر می. پیغمبر بزرگوار ما را نصیحت کردن، گفتن که فاروا الله من انفسکم خیرا، شما ای روزدارها از عملها و عبادتها تو زیادتر پروردگار را نشان بده. یعنی رب العالمین وقتی به سوی شما نگاه میکنه که بنده من، بنده روزدارم چی احوال داره، در کدام حالت است، حرکت که زیادتر ذکر داشته باش، تلاوت قرآن داشته باش، توبه و استغفار داشته باش، نماز شب داشته باش، یعنی عکس زیادتر کارهای خیر نیک انجام بدی، تا اینکه رب العالمین وقتی که به سوی شما نگاه کرد، او چیزی که دوست می‌داره از شما ببینه. حضرت در آخر چی گفتن؟ فإن الشقی من حرم رحمت الله فیه. از همه بدبختترین شخصیت همون انسانی است که در این ماه چه از رحمت الله به نصیب میگردن، یعنی از این قدر خوبی های این ماه استفاده نمیبره. به این خاطر
ما و شما برادران عزیز بزرگوار من حرکت کنیم از لحظه های نورانی این ماه استفاده بریم. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید، حدیث قدسی است، رب العالمین میفرموده است که کل عمل ابن آدم له الا الصیام. میگه تمام عمل فرزند آدم، یعنی ما و شما را، انسان ها را، تمام عملش برای خودش است. مثلا نماز میخونه، حج میره، زکات میده، خیر سخاوت میکنه، ذکر میگوید، تلاوت قرآن، هر عملی میکنه برای خودش میکنه. الله بزرگوار گفته است مگر روزش فانه لی، میگه روزش برای من میگیره، یعنی از خوردن معن میداره، از نوشیدن معن میداره، از شهوت معن میداره. رب العالمین میگه این کارش برای من میکنه، در برابر روزش میگه در قیامت من خودم، یعنی ثواب و مزد و پاداش اجرش ادا میکنه. در روز قیامت ثواب نماز ملائکه ها ادا میکنن، ثواب حج ملائکه ها ادا میکنن، ثواب یعنی تمام نیکی و خوبی ملائکه ها ادا میکنن. اما الله بزرگوار گفتن که ثواب روزه را من خودم در روز قیامت ادا میکنم، یعنی ثواب روزه به حد بزرگی هست که ملائکه ها در صحرای قیامت عاجز میمونن برای ادا کردنش. و این خاطر ما و شما حرکت کنیم از این ماه، یعنی از این ماهی بزرگ استفاده ببریم. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در روایت فرمودند که این للصائم فرحتان، گفتن انسان روزه گیرنده، روزدار، از همین روزه‌ای که میگیره دو خوشحالی و خرسندی را از خود میکنه. فرحت عند الافطار، یکمین خوشحالی و خرسندیش حضرت گفتن وقتی افطار کردنش. الحمدلله همه ما یعنی که احساس میکنیم، اهمیت میبینیم وقتی که انسان روزدار نماز شام نزدیک میآید، در دستش تلفن یعنی ساعتش نگاه میکنه و در نزدش طعامش تیاره تا اینکه چیکار کنه، افطار کنه. وقتی نماز میرسه چقدر خوشحال و خرسند به چی میگه؟ میگه اللهم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. پروردگار من برای تو روزه گرفته بودم، اللهم لک صمت و بک آمنت، و به تو ایمان دارم، باور دارم، این روزه ما برای اطاعت تو گرفته بودم، توکل ما به تو سپاریده بودم، این لحظه به این رزقی که برام داده به این افطار میکنم. میگه انسان یکمین خوشحالیش وقتی افطارش هست. دویم خوشحالیش کدام حالت های؟ دویم خوشحالیش عند لقاء ربی، وقتی ملاقات و دیدار الله رب العالمین. وقتی رب العالمین در جنت برای اهل جنت یعنی جمال و جلال و دیدارش وقتی نمایان میکرده، نشان میداده، و سوی روزدارها خطاب میکرده الله که ای انسان روزدار، امروز در برابر روزه گرفتگیت دیدارم برات نصیب باد، تماشا کن. یعنی دیدار به مثل مانند من تماشا کن، یعنی در برابر روزه در آخرت الله بزرگوار دیدار شد وعده کرده. با روزه یعنی وقتی افطار کردن، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم وصف کردن که وقتی افطار لحظه اجابت دعا هست. وقتی افطار کردن هر مشکلی داری، هر حاجت داری، هر خواهش داری، از تحت دل صدقا دستا را بردار و دعا کو، رب العالمین دعای تر رد نمیکنه. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن که عند الفطرة دعوة لا ترد، گفتن وقتی افطار کردن دعایی هست که او رد نمیشود، یعنی که قبول میشود از جانب